بزرگ ایران، این صدای آزادی است. جمهوری اسلامی سقوط کرد. مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح‌اند. امروز از همه جناح‌های گوناگون آنچه آغاز شده برگشت‌ناپذیر است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی و دولتی برای حفظ رژیمی که سقوط آن آغاز شده روبروی ملت ایران نایستید. با ایستادن در کنار ملت جان خود را حفظ کنید. باشد که به زودی در کنار شما باشم. اینجا دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست. این صدا و تصویر تلویزیون ملی ایران است. ملت بزرگ ایران، این صدای آزادی است. جمهوری اسلامی سقوط کرد.